یاسمینه 5.5 ساله 6 ماه برای خواندن شعر در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان آمادگی گرفت. در باغچه هر روز با هوس مشق میکرد، اما در آستانه سفر پرزیدنت به مادرش گفتند دیگر یاسمینه را به مرکز جماعت نآورد، زیرا شعرخوانی در نزد امام علی رحمان را لغو کردند. گفتن نه گلکه مایده هست از این سالش عذاب میکشه. وقتی که خیلی در تلویزیون ما برآمد پرزیدنت رفتن شد دیدیم صبح با همون جماعت دیدیم که همون فرمای دکتری قدی دیگه بوده شعر. در حکومت واسه بر رادیو آزادی گفتن نخواستند کودکان از راه دور بیایند و در هوای گرم از آب کشند، برای همین یاسمینه را به شعرخوانی دعوت نکردند. اما مادرش میگوید دخترش از آن که شعرخوانی خوبش را به همه و پرزیدنت نشان دادن نمیتواند دل شکسته شده است. او یاسمینه را تسلی میدهد که روز میرسد و هنرش را همه میبینند. گفت که انا معلممون رفتن سرخواز همون جماعتی که رفته پیشتر از سرخواز من داشت. اینا معلممون خودشون سرخواز رفتن چی با ما رو نبردن، گفتن چی با ما رو نبردن. خیلی سوال مثل پیدا هم سوال بودن میگیره. همین گفتم میول بسادی کمی و 40% میگیره. شعرخوانی کودکان در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام پیشواز در ناحیه‌ها چند سال پیش رایج شد و تاکنون ادامه دارد. اما در یک مورد در سال 2013 گلنگاری 6 ساله از فرخار که او هم باید شعر می‌خواند از صف بیرون آمد و به پرزیدنت شکایت کرد که خنک خورده است. امام علی رحمان او را بغل کرد و به مقامات گفت نسبت به کودکان بی انصافی نکنند. این کودک 3 ساله از اولین نفرانی بود که صمیمانه و بی رعایت هیچ گونه رسمیات احوال صدها همسالش را که در سرما و گرما ساعتها برای پیشواز پرزیدنت آمادگی میگیرند روی راست گفت.